کار بود. چیز خوشت آمد؟ من نمیفهمم چی هست. اوه شیت. میبخشی فکرم نبود. نه هر چی که شما میخوری. کدام دفعه سوشی خوردی؟ شما چی فکر میکنی؟ سالم خانه بود. خب سوشی چی هست؟ سوشی مای خام کت برنج. خام. مزه‌دار است مگرم میتونم. نه میخوام امتحان کنم. میخوای یک فکایی بشنویم؟ 2 ماهی در تانک هستن. خب یک چیز جالب درباره خود بگو. یک دقیقه جالب نیست. نه خیره. پس از اول شروع کنم. من شعرهای رومی رو دوست دارم و عاشق بیت‌های احمد ظاهر هستم. بلبل افغانستان. خودت احمد ظاهر رو میشناسی؟ خود انگلستان پیدا شدم مگه مانان یک بهترین خواننده افغانستان رو نمیشناسم. کدام آهنگش رو دوست داری؟ آهنگ اگر میخوایی میتونی چادر تو طرف کنی. اگر میخوایی. من این چادر رو نمیپوشم که به ما گفته شده. انتخاب من است. البته راست میگی. هفته اولت در لندن چی فکر میکنی؟ خوشم آمد. بسیار پاک است. کابل وارای سر صدا نیست. و من نمیفهمیدم که دزد در اینجا قدر زیاد است. دزد؟ بله هر کس در اینجا سگ داره. من نفهمیدم. در افغانستان مردم سگا رو نگاه میکنن که در خانه دزد نیاید. در اینجا همینطور نیست؟ نه اینجا در خانه نگاه میکنن برش پتس میگن. پتس؟ بله کتش بازی میکنن. مردم در جوانها رو بسیار دوست دارن. بعضی مردم سگای خدا از اشتکا زیادتر دوست دارن. نه چیزی؟ شوخی میکنی؟
خب اگری تو باشه افغانه هم پتس دارن. راستی؟ بله تفنگایشان. کت انگلیسی بلد شدی؟ فقط میفهمم yes, no, کوکاکولا. مالی پتس. مالی پتس. برام 2 دقیقه اجازه بده. No, look. Yeah, I know. Yeah, but